روی کانال ما لایک رو زیر کرده 3-4 کلمه کامنتار نویسین. ما باشه آغاز میکنیم و آغاز میکنیم از تشکیلات ایگل اف سی که آنها چمپیون نوی وزن نیمیونه خود را اعلام کردند. ابا چمپیون پیشینه خود جنگاوری به باخت تاجیک سمندر مرادوف میناداری خود را رساندند. از سببی که سمندر مرادوف از تشکیلات ما میرود، صاحب کمربند موقتی امام شفیع مختارов پورا صاحب کمربند میشود. با سمندر مرادوف برای محاربه‌های گذرانده‌اش در تشکیلات ما میناداری خود را میرسانیم نوشته شده است. بله دوستان، سمندر در تشکیلات ایگل اف سی تجربه گرفت، محاربه‌های درخشان گذراند، چمپیون شد. اما اکنون وقتی باز هم به بالا رفتن و در تشکیلات رقم 1 جهان UFC برآمد کردن آمده است و ما امیدوار میشیم که سمندر مرادوف را سال 2023 در ستاره UFC شون اوملی گفت که اگر محاربه حمزه چیمایف و الکس پریرا برگزار گردد که غالب شده میتونه. حمزه میتونه که الکس رو به قتل رسانه. الکس در دست چپش ضربه خیلی سخت داره، اما اگر که ما در این محاربه غالب رو انتخاب کنم، پس این حمزه چیمایف میشوه. او میتونه که با چنین جنگاوران کلان و بدهیبت گشتین گیره و ما به غلبه حمزه باوری دارم و اگر که آنها واخرند پس حمزه غالب میشوه. گریپلینگ حمزه به نهایت خوب است و او خودش نیز میتونه که لوبای جنگاور رو به نکاوت روان کنه، گفته است اوملی. دوستان، آیا شما با سخنهای شون اوملی راضی هستین یا نه؟ میتونین فکراتون رو نویسین. ما باشم میگذاریم با دیگر خبر. شب گذشته ورزشگر بباغ و جوان تاجیک جنگاور UFC نورالله علیف نشان داد که 3 ماه پیش از محاربه نمایندگان یوسادا به نزد او آمده از او دوپینگ تست گرفتند. خود نورالله علیف شب گذشته انا همین عکس را گذاشته چنین سخنها نوشت: یوسادا تفتیش دوپینگ 3 ماه پیش از محاربه. و دوستان باید قید کرد که بسیاری جنگاوران UFC نسبت یوسادا شکایت میکنند که آنها هم ناگهانی و هم لوبای وقت آمده میتونند. چند مدت پیش توپوی جنگاور UFC پاولو کوستا گفت که در وقت وزن کم کنی ساعت 6 سحر به خانه او آمده او را از خواب بیدار کردند. و اکنون دوستان چگونه که میبینیم آنها تفتیش کردن نورالله علیف را نیز آغاز کردند. خاطررسان میکنیم که نورالله علیف اولین محاربه خود را در تشکیلات UFC باید که روز 25 فوریه گذرانه. رقیب او که میشوه حالا رسما اعلان شدگی نیست. برای همین انتظار خبرهای خوب میشویم. ابا نورالله باشه آمادگی خوبی به اوسه آرزومندیم. شب گذشته منیجر مشهور MMA علی عبدالعزیز خبر داد که محاربه گنری سیخودو و الجمین استرلینگ برای کمربند وزن 61 کیلوگرم برگزار میگرده. ما به صبرانه بازگشت دوست خود تریپل سی گنری سیخودو را انتظارم. الجمین با ما معقول است و ما او را دوست خود میشمارم. الجمین استرلینگ با گنری سیخودو میجنگه. در روسی گفتن که همه کار حل شد و استرلینگ از این چیز خبردار است، نوشته است عبدالعزیز. دوستان، فکر میکنم که این محاربه شوق‌آور خواهد شد، چون که بعضی هر دوی آنها گوشتین است و میبینیم که کدام از آنها در این محاربه غالب شده میتونند. در همین جا دوستان نوار ما به انجام میرسه. حتما در کانال ما ابونه شوین، فکر عقیداتون رو نویسین. تا بازدید خانواده سربلند باشین.